اگه تو هم میخوای مثل من 30 گیگ اینترنت رایگان ایرانسل بگیری و عشق کنی، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام رفقا، چطورید؟ من موین هستم و خوش اومدید به کانال خودتون یعنی موباگیگ. امروز اومدم بهتون آموزش بدم چگونه 30 گیگ اینترنت 30 روزه کاملا رایگان برای خودتون بگیرید. من خودم دارم از این اینترنت استفاده میکنم، سرعتش هم خیلی خوبه و لذتش میبرم. حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید، چون نکات مهمی که بهتون میگم که حتما باید بهش توجه کنید. لایک و کامنت فراموش نشه. اگر هم به این سبک ویدیوهای آموزشی علاقه داری، حتما کانال ما رو دنبال کن. بزن بریم سراغ ویدیو. رفقا اگه میخواید این اینترنت 30 گیگ 30 روزه رو بگیرید، دو تا راه وجود داره. یه راه که من خودم گرفتم از داخل برنامه ایرانسل منه. ببینید 30 گیگ اینترنت رایگان 30 روزه. خب من الان اگه هم بریم داخل ایرانسل من، نگاه کنید اینجا یه 30 گیگه گرفتم. الان چون یکم ازش مصرف کردم اینقدر شده 30 روزه 30 گیگ رایگان. حالا اگه خواستید بگیریدش میرید داخل ایرانسل من و بخش پیشنهادی اینجا بیاید، براتون اینجا هست که من نه تنها اون 30 گیگ رو بهم داد، اینجا بهم 120 دقیقه هم مکالمه رایگان داد. خب حالا اگرم براتون اینجا نبود، میتونید یه کار دیگه کنید یا اصلا اگه خواستید برنامه رو نصب نکنید. اینجا برید داخل تلفن و کد ستاره 4 ستاره 2 ستاره 5 مربع رو بزنید. این کد رو وقتی که بزنید براتون اینجا میاره. حالا با هر سیم کارت فقط باید ایرانسل باشه، فرق نداره سیم 1 یا 2، فقط ایرانسل باشه. حالا من با سیم 1 تست میکنم. من چون قبلم گرفتم دیگه بهم نمیده. حالا اینجا هی باید بزنید بعدی. برای اون سیم کارتم زدم بعدی، بالاخره برام آوردش. الان نگاه کنید برای من نمیاره دیگه، ولی شما تست کنید مطمئنم که میده. اگرم نداد برام کامنت بذارید تا بگم چیکار کنید تا بهتون اینترنت رو بده. به 90% مردم میده، چون نگاه کنید الان به من نداد، ولی اگه بیاد اینجا برام پیامک اومده بود 30 اینترنت رایگان برای 30 روز. خب این اگه اومد براتون خوب، ولی برای من اول اینترنت رو گرفتم بعد این پیام برام اومد، یعنی قبل اینکه پیام بیاد من اینترنت رو گرفته بودم. حالا شما تست کنید، اگه بهتون داد داخل کامنت ها بگید. اگرم این آموزش به دردتون خورد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و زیر این ویدیو برام کامنت بذارید. از این آموزش ها یه اینترنت و آموزش گوشی و اینا هم زیاد میذارم داخل کانالمون. حتما کانال ما رو فالو کنید. تا ویدیو دیگر، فعلا.